تا الان روندی که برای رگرسیون خطی چندگانه در نظر گرفتیم تقریبا مشابه حالت خطی هستش، اما مواردی وجود داره که باید بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم. تو این بخش از کتاب به صورت سوال مطرح شدن. به طور تیتروار سوال اول به این میپردازه که آیا میتونیم ثابت کنیم حداقل یکی از پیشگوها با پاسخ در رابطه هستش. سوال دوم میپرسه که آیا برای توضیح پاسخ نیاز داریم که همه پیشگوها رو در نظر بگیریم یا با زیر مجموعی از پیشگوها میتونیم مدل کارآمدی بسازیم. سوال سوم درباره کیفیت برازش مدل برای داده هاست. و سوال چهارم به این میپردازه که اگر پیشگوهامون مقدار مشخصی داشته باشن در این صورت پاسخ رو چجوری پیش بینی کنیم و پیش بینی ما تا چه اندازه دقیق هستش. از سوال اول شروع میکنه و با استفاده از آزمون فرض بهش پاسخ میده. عبارت سوال رو به عنوان گزاره فرض مقابل در نظر میگیره، به این صورت که حداقل یکی از پیشگوها با پاسخ در رابطه هست و نقیض این رو به عنوان فرض صفر. پس به زبان ریاضی فرض صفر به این صورت میشه که تمامی ضرایب پیشگوها برابر صفر هستند. به عبارت دیگه پارامترهای بتا 1 تا بتا پی رو برابر صفر قرار داده. فرض مقابل هم اینجوری هستش که پیشگوی آیوم وجود داره که ضریبش بر مخالف صفر هستش، یا به عبارتی حداقل پیشگوی آیوم بر روی پاسخ تأثیر گذاره. برای این آزمون آماره‌ای که در نظر میگیره آماره F هستش و به این صورت تعریف میشه. صورت آماره F کمیت TSS منهای RSS هست و تو مخرج کسر کمیت RSS قرار داره. به عنوان یادآوری TSS در حقیقت میزان کل تغییرپذیری که تو پاسخ‌ها مشاهدات وجود داشته رو اندازه گیری میکنه و به صورت مجموع تواندو تفاضل وای از وای بار که وای بار میانگین پاسخ‌ها هستش تعریف میشه. RSS هم به طور شهودی در حقیقت میزان تغییرپذیری که تو پاسخ وجود داره و توسط رگرسیون خطی چندگانه توضیح داده نمیشه رو اندازه گیری میکرد و به صورت مجموع تواندو باقی مانده ها تعریف میشد. اگر درجه آزادی تک تک این کمیت ها رو بخوایم محاسبه کنیم در حقیقت ما n تا مشاهده داریم، پس n درجه آزادی، اما برای محاسبه مدل و استفاده از اون برای پیش بینی وای آی ها پی به علاوه یک پارامتر باید برآورد بشه. پس پارامترهای بتا صفر تا بتا پی باید تخمین زده بشن تا ما مدل رو بسازیم و بدونیم وای آی هد رو به دست بیاریم. پس درجه آزادی RSS n منهای p منهای 1 هستش. درجه آزادی TSS هم به این صورته که n تا مشاهده داریم ولی یک درجه آزادی بابت محاسبه وای هد مصرف میشه، پس n منهای 1 درجه آزادی TSS میشه. درجه آزادی مخرج به این صورت به دست میاد. برای محاسبه درجه آزادی صورت هم n منهای 1 که درجه آزادی TSS هستش منهای n منهای p منهای 1 هستش که برابر با p میشه. از طرف دیگه ما نیاز داریم بدونیم که آماره F تو چه حدودی باشه که ما فرض H0 رو بتونیم رد کنیم یا اون رو قبول کنیم. در این راستا امید ریاضی F رو و یا به عبارتی مقدار انتظاری ما از آماره F رو باید محاسبه کنیم. تو ویدیو قبلی در مورد آماری که تو مخرج کسر وجود داره صحبت کردم. دیدیم که اگر فرضیات مدل خطی برقرار باشه، به عبارتی میانگین خطاها صفر باشه، واریانسشون عدد سیگما 2 باشه، عدد ثابت سیگما 2 باشه و خطاها ناهمبسته باشن، در این صورت آماره RSE که به صورت RSS تقسیم بر n منهای p منهای 1 تعریف میشه یک برآوردگر آنبایاس برای واریانس اپسیلون آی ها بودش و در حقیقت سیگما 2 رو
برآورد میکرد. پس امید ریاضی RSS تقسیم بر n منهای p منهای 1 برابر با سیگما 2 میشه، با فرض اینکه شرایط رگرسیون خطی برقرار باشه. اما در مورد صورت کسر که TSS منهای RSS هست به این صورت عمل میکنیم که TSS به صورت مجموع I از 1 تا n تواندوی I منهای y بار محاسبه میشه. به طور ماتریسی اگر بخوایم به این مجموع نگاه کنیم، در حقیقت تواندوی نرم دوی حاصل ضرب ماتریس I منهای 1 انوم J در Y هستش که منظور از ماتریس J یه ماتریسی از مرتبه n هستش که تمامی درایه هاش برابر با 1 هستش. اگر مؤلفه به مؤلفه این حاصل ضرب رو محاسبه کنیم، نشون میده که در حقیقت این مورد داره به دست میاد. با توجه به اینکه تواندوی نرم دو داریم، پس میتونیم حتی TSS رو یکم دقیق‌تر بنویسیم و به صورت ضرب ترانهاده این بردار در خودش به دست میاد. و با توجه به اینکه حاصل ضرب ماتریس آی منهای 1 انوم J ترانهاده در آی منهای 1 انوم J برابر با خود ماتریس میشه، پس در نهایت TSS برابر میشه با Y ترانهاده I در 1 انوم J در ماتریس Y. پس امید ریاضی TSS برابر میشه با امید ریاضی همچین حاصل ضربی. اما تو این حاصل ضرب ماتریس I منهای 1 انوم J یه ماتریس دیترمینستیک هستش و عنصر تصادفی رندوم این حاصل ضرب Y یا Y ترانهاده هستش. پس امید ریاضی TSS به صورت حاصل ضرب Y امید ریاضی Y ترانهاده در ماتریس I منهای 1 انوم J در امید ریاضی Y به علاوه تریس حاصل ضرب ماتریس I منهای 1 انوم J در کووریانس Y به دست میاد. اگر جنبند دوم رو در نظر بگیریم، با توجه به فرضیات رگرسیون خطی، کووریانس Y مقدارش برابر با سیگما 2 در I میشه. سیگما 2 از تریس بیرون میاد و تریس I منهای 1 انوم J رو داریم. تریس I که یه بردار از مرتبه n هستش که عناصر روی قطره اصلی همگی 1 هستن، پس n میشه. J هم یه ماتریسی هستش از مرتبه n که عناصر روی قطره اصلی همگی 1 هستن، پس تریس J n میشه. منتها 1 انومه که کنارش ضریبش در حقیقت عامل منفی 1 رو میسازه، پس مقدار تریس برابر با n منهای 1 میشه. در کل جنبند دوم به صورت سیگما 2 در n منهای 1 محاسبه میشه. اما برمیگردم به جنبند اول، دو بردار امید ریاضی Y ترانهاده و امید ریاضی Y رو از دو طرف بین این ماتریس ضرب میکنم. در حقیقت به عبارت امید ریاضی Y ترانهاده در امید ریاضی Y منهای 1 انوم امید ریاضی Y ترانهاده در J در امید ریاضی Y میرسیم. اگر امید ریاضی Y رو درایه نگاه کنیم و این ضرب ها رو انجام بدیم، در نهایت به صورت سیگمای مجموع تواندوی امید ریاضی مؤلفه ها و منهای 1 دوم تواندوی مجموع مؤلفه های امید ریاضی میرسیم. اما اگه فرض صفر برقرار باشه، به عبارت دیگه ضریب کلیه پیشگوها در مدل برابر با صفر باشه، پس مدل رگرسیون خطی فقط شامل عبارتش عرض از مبدأ و خطا میشه و در نتیجه امید ریاضی YI ها برابر میشه با امید ریاضی عرض از مبدأ بتا صفر به علاوه اپسیلون آی ها. با توجه به خاصیت خطی امید، بتا صفر میاد بیرون چون یه عدد ثابت و دیترمینستیک هستش، به علاوه امید ریاضی اپسیلون آی که میدونیم طبق فرض رگرسیون خطی امید ریاضی اپسیلون آی برابر با صفر هستش. پس در نهایت امید ریاضی YI ها برابر با بتا صفر میشه. پس اگر این نکته رو توی جنبند اول لحاظ کنیم، n تا بتا صفر به توان n به دست میاد و تو جنبند دوم در حقیقت n تا
بتا 0 به دست میاد، توان دوش میشه n2 بتا 0 به توان 2. یه عامل 1 انوم هم داره که میشه n تا بتا 0 به توان 2. پس در کل مجموع جمع‌بند اول و جمع‌بند دوم با فرض درست بودن، برقرار بودن h0 برابر با 0 میشه. اما اگر فرض 0 برقرار نباشه، در حقیقت دو جمع‌بند اول داره تفاضل نامساوی معروف میانگین هندسی و میانگین حسابی رو مطرح میکنه و میدونیم که این نامساوی، این عبارت، این معادله در حقیقت همیشه بزرگتر مساوی صفره. پس با برقراری فرض 0 مقدار صفرش اتفاق میفته. اما برای صورت کسر آماره F، امید ریاضی TSS منهای RSS رو باید محاسبه کنیم که با توجه به خاصیت خطی امید باز میشه. تک تک کمیت ها رو، مقادیرش رو قرار میدیم توی این معادله و در نهایت به مقدار پی در اپسیلون 2 میرسیم. پس تا اینجا امید ریاضی صورت کسر و مخرج کسر رو به دست آوردیم و به طور انتظاری اگر فرض 0 برقرار باشه مقدار آماره F باید حدود 1 باشه. اما اگر فرض 0 برقرار نباشه، طبق مطلبی که مطرح شدش، صورت کسر یه مقدار بزرگتر از سیگما 2 میده. پس انتظار داریم که مقدار آماره F بزرگتر اکید از 1 باشه. اگر بخوام این حرفایی که به طور تئوری مطرح شد رو توی مثال نشون بدم، با مجموعه داده ادورتایزینگ و رگرسیون خطی چنگانه سلز بر روی 3 پیشگوی تیوی، رادیو و نیوزپیپر، مقدار آماره افی که به دست میاد 570 هستش. خب یه عدد خیلی بزرگتر از 1 و در حقیقت داره به طور به صورت یه شاهد قوی میگه که یکی از پیشگوها با پاسخ ما در ارتباط هستش. اما وقتی این عدد 570 رو نگاه میکنیم، این سوال به ذهن میرسه که آماره F تا چه حدودی میتونه بزرگتر از 1 باشه تا ما بتونیم فرض 0 رو رد کنیم. برای جواب دادن به این سوال باید گفت که در حقیقت به اون مسئله‌ای ربط داره که ما داریم بررسیش میکنیم و به طور دقیق‌تر به مقدار N و P، تعداد مشاهدات و تعداد پیشگوهامون ربط داره. چون تو آماره F با توجه به مقدار درجه آزادی‌های صورت و مخرج هم عامل P گنجانده شده، هم عامل N وجود داره. پس اگر مسئله‌ای داشته باشیم که تعداد مشاهداتمون خیلی زیاد باشه، در این صورت با توجه به اینکه N در مخرج آماره F و به صورت RSS تقسیم بر N منهای P منهای 1 به دست میاد، خب این مقدار خیلی کوچکی میشه با بزرگ شدن N. پس در نتیجه آماره F خیلی نزدیک به 1 میشه اگر فرض 0 برقرار نباشه و تو این شرایط حتی مقادیر خیلی کوچکی که از 1 بیشتر باشه بازم شاهدی علیه فرض 0 تلقی میشه و ما میتونیم این فرض رو رد کنیم و وجود رابطه بین پاسخ و پیشگوها رو در نظر بگیریم. اما اگه n کوچیک باشه و چندان بزرگ نباشه، در این صورت خب آماره F باید به مقدار خوبی بزرگتر از 1 باشه. اما به طور کلی اگر بخوایم در مورد آماره F و این آزمون صحبت کنیم، اگر خطاهامون دارای توزیع نرمال باشن، به عبارتی گوسی باشن، میشه نشون دادش که چون تک تک این عبارت هایی که تو آماره F صورت و مخرج آماره F وجود داره تواندوی یه سری توزیع نرمال میشن، پس دارای توزیع مربع های با درجه آزادی خاص خودشون میشن و میشه نشون دادش که آماره F دارای توزیع F میشه. پس با استفاده از جدول توزیع F و مقدار احتمال مربوط به آزمون میتونیم در مورد رد فرض 0 نتیجه گیری کنیم.
تا اینجا به این مطلب پرداختیم که با استفاده از آماره Fی که به این صورت تعریف می شدش بتونیم وجود حداقل یک پیشگوی در رابطه با پاسخ رو بررسی کنیم. مطلب دیگه که در ادامه این سوال آورده شده این هستش که میتونیم حتی به این مطلب بپردازیم که اگر مدلمون دارای پی پیشگو هستش، اگر کیو تا از این پی تا رو از مدل حذف کنیم ببینیم که مدل باز هم کارآمد هست یا نه و با توجه به آماره Fی که به این در ادامه میگم میشه این آزمون رو هم در نظر گرفت. این بار فرض صفری که در نظر میگیریم در حقیقت صفر بودن ضرایب این پیشگوهایی هستش که میخوایم از مدل حذف کنیم. برای راحتی کار کتاب کیو پیشگویی که در انتها قرار دارن رو حذف کرده، ولی میتونیم هر کدومی که دلمون خواستش رو اینجا قرار بدیم که برابر صفر هستش و فرض صفر به این صورت در نظر گرفته میشه. فرض مقابل به صورتی که یکی از اینا نقیض این در نظر گرفته میشه. آماره‌ای که برای این آزمون مطرح میشه به این صورت تعریف میشه که منظور از RSS صفر در حقیقت RSS مدلی هستش که از حذف این کیو پیشگو در مدل ایجاد شده. پس یه مدل کلی داریم که شامل پی پیشگو هستش، کیو تا از اینا رو حذف میکنیم و میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میفته. برای به دست آوردن درجه آزادی صورت هم درجه آزادی RSS صفر به صورت n منهای p به علاوه q منهای 1 منهای n منهای p منهای q منهای 1 به دست میاد که در نهایت برابر با q میشه و به این طریق میتونیم در مورد اثرگذاری این کیو پیشگو بر روی پاسخ آزمون رو در نظر بگیریم. نکته که وجود داره این هستش که ما تا قبل از این ویدیو جدول آماری رگرسیون خطی چندگانه رو داشتیم. برای مثال در مجموعه داده ادورتایزینگ و رگرسیون خطی سلز بر روی پیشگوهای تیوی، رادیو و نیوزپیپر همچین جدول آماری به دست می اومدش. تو این جدول آماری به ازای هر کدوم از ضرایب و اگه بهتر بگم به ازای هر کدوم از پیشگوهای آماره تی به دست میاد که وجود این پیشگو در مدل رو بررسی میکنه که تا چه اندازه تاثیرگذار هستش و با استفاده از مقدار احتمالی که در کنار آماره تی تو این جدول اومده میتونیم نتیجه بگیریم که این آماره تی تا چه اندازه داره نشون میده که این پیشگو موثر یا نه. مقادیر کمتر از خیلی کوچک نشون میده که این پیشگوهای موثری هستن رو پاسخ، به طوری که برای نیوزپیپر مقدار احتمالی که پی ولیویی که به دست اومده خیلی بیشتر از سطح معناداری آزمون هستش و نتیجه میگیریم که این پیشگو چندان بر روی پاسخ تاثیرگذار نیست، نداره و میتونیم از مدل حذفش کنیم. خب این مطلبی که مطرح شد این سوال رو در ذهن مطرح میکنه که ما چه نیازی داریم که اصلا آماره F رو در نظر بگیریم. خب با استفاده از آماره تی که داشتیم و در حقیقت این آماره تی در حقیقت همون آماره F هستش که کیویی که در نظر گرفتیم برابر 1 هستش. یک پارامتر رو حذف کردیم، یک پیشگو از مدل حذف کردیم و آماره رو در نظر گرفتیم. با استفاده از همین آماره های تی میتونیم نشون بدیم که کدام پیشگوها بر روی پاسخ اثرگذار هستن و کدوم یکیشون نیستش. همینطور که اینجا نشون داده شد مثلا نیوزپیپر اثرگذار نیستش و میتونیم از مدل حذفش کنیم. برای پاسخ به این سوال باید توجه کنیم که تو آماره تی تعداد پیشگوها گنجونده نشده، در صورتی که تو آماره F مقدار P به طور مستقیم وجود داره، همینطور تعداد مشاهداتمون. پس اگر ما مسئله‌ای داشته باشیم که تعداد P توش زیاد باشه، تعداد پیشگوهامون زیاد باشه، مثلا اینجا آورده شده 100 تا، اگر سطح معناداری آزمون آلفا برابر با 500 باشه، در این صورت با توجه به مطالب آماری که داریم میتونیم استدلال کنیم که انتظار داریم حداقل 5% مواقع فرض صفر
با وجود اینکه صحیح هستش رد بشه. به عبارت دیگه خطای نوع اول آزمون فرض اتفاق بیفته. پس در نتیجه در اینجا انتظار داریم که چون تعداد پیشگوها مثبت هستش 5 تا از پیشگوها وقتی داریم بررسی میکنیم مقدار پی ولیو آماره تیشون از آلفا کمتر باشه و در نتیجه به اشتباه فرض کنیم که اون پیشگوها با پاسخ در رابطه هستن. با توجه به شرایط آزمون و اینکه تعداد پیشگوهامون زیاد هستش این اشتباه رخ داده. در صورتی که تو آماره F چون عامل P وجود داره و تقسیم بر TSS منهای RSS میکنیم، پس این احتمال با افزایش P به متناسب با اون خیلی کم میشه و این اتفاق رخ نمیده. مطلب بعدی که باید در نظر بگیریم این هستش که آماره F برای حالتهایی که n بزرگتر مساوی P هستش قابل به کارگیری هستش. زمانی که P بزرگتر اکید از n باشه، به عبارتی که تعداد پیشگوهامون خیلی زیاد باشه نسبت به تعداد مشاهداتمون، در این صورت اصلا نمیتونیم روش حداقل مربعات رو به کار ببریم تا برآوردی داشته باشیم، تا مدل سازی انجام بشه، تا اینکه آماره F رو استفاده کنیم. به عبارت دیگه تو این فصل دیدیم که با استفاده از روش حداقل مربعات برآورد انجام میشدش و تو برآورد نیاز داشتیم وارون ماتریس ایکس نهاده در X رو محاسبه کنیم که بر اساس اینکه پی بزرگتر از n هستش این ماتریس بارون پذیر نیستش، پس حداقل مربعات اصلا کاربرد نداره تو این حالت. تو فصل ششم روش هایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم مطرح میشه که فعلا از اون میگذرم. تا الان پس سوال اول پاسخ داده شد. میرم سراغ سوال دوم و اینکه آیا تمام پیشگوها برای توضیح پاسخ نیاز هستش یا خیر. در حقیقت عنوان این عمل که ما باید متغیرهای تاثیرگذار روی پاسخ رو تعیین کنیم variable selection هستش، انتخاب متغیر هستش و مدلی که ساختیم با توجه به پی پیشگو رو باید با زیر مدل های اون مقایسه کنیم و زیر مدلی که کارایی بیشتری رو داره رو انتخاب کنیم. نکته‌ای که وجود داره وقتی ما پی پیشگو داریم و بخوایم زیر مدلی رو انتخاب کنیم، باید تمامی زیر مجموعه های این پی متغیر رو بریم مدل سازی رو براشون انجام بدیم و توسط یه سری شاخص که باز هم تو فصل ششم معرفی میشه، اینجا به طور تیتروار میگم که شاخص ها ممکنه CP باشه، AIC یا BIC یا Arduino adjusted باشه. باید بررسی کنیم که کدوم یکی از اون زیر مدل ها کارهای بیشتر داره و مدل کاراتر انتخاب کنیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که وقتی ما قراره تمامی زیر مدل های یک مدلی که دارای پی پیشگو هستش رو در نظر بگیریم، در حقیقت باید 2 به توان پی مدل رو بریم کارهای مدل سازی رو براش انجام بدیم. وقتی یه عدد مثلا تعداد پیشگوهامون تو 2 هستش، 2 به توان 2 یا 4 میشه. اما اگه تعداد پیشگوها یه ذره به طور متعارف باشه ولی یه ذره بزرگتر باشه، مثلا 30 باشه، در این صورت تعداد مدل هایی که باید بررسی کنیم 2 به توان 30 و یا این عدد به این بزرگی هستش. از لحاظ پیچیدگی محاسباتی عدد خیلی بزرگی هستش و در عمل نمیتونیم تمام حالتهای زیر مدل ها رو بررسی کنیم. الگوریتم هایی به طور کلاسیک وجود دارن که اونا رو با جزئیات دقیق تر تو فصل ششم بررسی میکنیم. به طور تیتروار اگه بخوام توضیح مختصر بدم، برای مثال الگوریتم فوروارد سلکشن رو داریم، انتخاب رو به جلو، و به این صورت هستش شهودش که از مدلی که هیچ پیشگویی نداره شروع میکنه
مرحله به مرحله یه متغیر پیشگو به مدل اضافه میکنه و در نهایت نتیجه میگیره که کدوم مدل بهتر هستش از لحاظ کارایی متغیرهای پیشگوش. اما بخوام به طور دقیق تر در مورد انتخاب رو به جلو صحبت کنم، به این صورت هستش که تو مرحله اول با مدل تهی شروع میکنیم. تو هر مرحله یه مدلی میسازیم که دارای مثلا تو مرحله صفرم مدلی دارای هیچ متغیر پیشگو، تو مرحله اول مدلی با یک متغیر پیشگو، تا مرحله پیوم مدلی با پی متغیر پیشگو به دست میاد. تو هر مرحله اینجوری انجام میدیم. مثلا تو مرحله اول پی متغیر پیشگو بیرون مدل وجود داره، پس در حقیقت پی زیر مدل میتونیم بسازیم که هر کدومش دارای یه پیشگو هستش. بعد با توجه به اینکه کدوم مدل کمترین RSE یا بیشترین R2 رو داره، میتونیم یکی از این مدل ها رو انتخاب کنیم. بعد میریم به مدل دوم. مرحله دوم به مدل قبلی یکی از پیشگوهایی که بیرون مونده رو اضافه میکنیم. پس در نهایت به یه سری مدل میرسیم که هر کدومش دارای دو پیشگو هستش، بینشون کمترین RSE یا بیشترین R2 رو انتخاب میکنیم. همینطور پیش میریم تا به مدلی میرسیم که پی پیشگو داره. و در نهایت بین این مدل هایی که هر کدوم از لحاظ سایز یا تعداد پیشگوهاشون با یه همدیگه متفاوت هستن، دیگه نمیتونیم از شاخص RSE یا R2 استفاده کنیم، چون تعداد متغیرهای پیشگوشون متفاوته. پس بر اساس این شاخص ها AIC یا BIC یا R2 تعدیل شده میتونیم بین اونها انتخابمون رو انجام بدیم و مدلی انتخاب کنیم که بیشترین کارایی رو داره از لحاظ تاثیرگذاری. انتخاب رو به عقب هم یه جوری برعکس این عملیات رو انجام میده. از مدلی که شامل هر پی پیشگو هسته شروع میکنه و مرحله به مرحله یه پیشگو رو حذف میکنه، پیشگویی که باعث میشه که RSE مون افت پیدا کم بشه یا R2 مون بیشتر بشه و در نهایت بین مدل ها انتخاب کلیش رو انجام میده. پس تا اینجا سوال دوم هم پاسخ داده شد. میرم سراغ سوال سوم و اینکه تا چه اندازه مدلمون خوب برآزش شده و کیفیت برآزش رو بررسی میکنیم. توی حالت خطی دیدیم که با استفاده از کمیت‌های RSE یا R2 و R2 میتونیم این کار رو انجام بدیم. به طور تعریف تقریبا تعریفشون مشابه حالت خطی هستش، با این تفاوت که RSE میشه RSS تقسیم بر N منهای P منهای 1. همینطور در مورد R2 هم همون مقدار 1 منهای RSS تقسیم بر TSS هستش، با این تفاوت که تو حالت خطی میدونستیم که R2 در حقیقت کوریلیشن پاسخ و پیشگو رو داره نشون میده که در این حالت چندگانه چون تعداد پیشگوهامون خیلی زیاد هستش دیگه همبستگی پاسخ و پیشگو جوابگو نیستش و در حقیقت R2 داره کوریلیشن بین پاسخ ما و مدل پیش بینی شده رو بررسی میکنه و اندازه گیری میکنه. به عبارتی تو مجموعه داده ادورتایزینگ این دوتا کمیت رو در ادامه در نظر گرفته. کتاب با شاخص R2 شروع کرده. اولین موردی که بررسی میکنه این هستش که R2 برای مدلی که شامل هر سه پیشگو هستش به این صورت به دست میاد. اما اگر پیشگوی روزنامه رو از مدل حذف کنیم، مقدار R2 به این صورت به دست میاد که در حقیقت یک کاهش خیلی کم به اندازه 10⁻⁵ اتفاق افتاده تو R2. نکته کلی که میتونیم در نظر بگیریم این هستش که با افزایش متغیرهای پیشگو در مدل، مقدار R2 افزایش پیدا میکنه.
با توجه به اینکه آردو برابر بود 1 - RSS تقسیم بر TSS و میدونیم که توی کمیت RSS وقتی مقدار تعداد پیشگوها زیاد میشه RSS کم میشه و شهودش هم به این صورت هستش که اون پیشگو یا روی پاسخ تاثیرگذاره یا تاثیرگذار نیستش. پس با توجه به اینکه به طور شهودی RSS میزان تغییرپذیری پاسخ که توسط رگرسیون توضیح داده نمیشه رو محاسبه میکنه، پس انتظار داریم که مقدار RSS با افزایش متغیر همواره کاهش پیدا کنه و با کاهش RSS پس مقدار آردو همیشه افزایش پیدا میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که RSS همیشه زیاد میشه، یعنی بزرگتر مساوی حالت قبلی میشه، اما اگر یه متغیری تقریبا روی پاسخ اثرگذار نباشه یا اثرگذاری خیلی کمی داشته باشه، در این صورت اون مقداری که به RSS اضافه میشه مقدار خیلی خیلی کوچیک هستش. مثلا اینجا دیدیم که RSS یه مقدار خیلی کوچیکی زیاد شده و در نتیجه آردو کم شده و آردو به یه مقدار باز هم خیلی کوچیکی زیاد شده. پس در نتیجه از همینجا میتونیم نتیجه بگیریم که با توجه به آماره آردوشون نتیجه بگیریم که نیوزپیپر چندان اثرگذار بر روی سلز نیستش. همینطور میتونیم در مورد آردوی متغیر رگرسیون خطی سلز بر روی تیوی و رادیو صحبت کنیم. مقدار آردویی که برای تک متغیر پیشگوی تیوی به دست میاد 61 صدمه و مقدار آردو برای زمانی که رادیو هم اضافه میشه برابر با این مقداری هستش که اینجا آورده شده که 89 تقریبا 9 دهم هستش که یه عدد خیلی خوبی هستش و نشون میده که رادیو تا چه اندازه بر روی فروش اثرگذاره. تو ادامه مطلب بررسی شاخص RSI پرداخته و RSI برای مدلی که فقط شامل رادیو و تلویزیون هستش 1.68 هستش. تو مدلی که روزنامه هم اضافه شده 1.686 هزارم هستش که با توجه به اینکه این مقدار افزایش پیدا شده پس نتیجه میگیریم که مدلمون از کارایش کم شده، چون در حقیقت RSI میزان عدم تطابق مدل بر روی داده ها رو میرسونه و همچنین مدلی که فقط شامل تلویزیون هستش دارای RSI 3.26 هستش که یه عدد خیلی خیلی بزرگه. پس با حذف رادیو در حقیقت از مدل میزان کمیت RSI خیلی زیاد میشه و نشون میده چقدر از کارایی مدل داره کاسته میشه. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما وقتی متغیر به مدل اضافه میکنیم آیا میتونیم نتیجه بگیریم که RSI همیشه کاهش پیدا میکنه یا همیشه افزایش پیدا میکنه؟ با توجه به فرمول RSI لزوما نمیشه این حرف رو به طور دقیق گفتش، چون تو صورت کسر RSS وجود داره که با افزایش مدل مقدارش با افزایش متغیر پیشگو مقدارش همیشه کاهش پیدا میکنه، اما مقدار کم شدنش مقدار کاهشش بستگی به این داره که اون متغیر پیشگو اثرگذار هستش به روی پاسخ و تا چه اندازه اثرگذاره. تو مخرج کسر هم n-p-1 داریم که با افزایش تعداد پیشگوها مقدار کسر هم کاهش پیدا میکنه. پس در نهایت اگه بخوام پاسخ این سوال رو بدم که با افزایش متغیر پیشگو RSI چه روندی رو خواهد داشتش، بستگی داره که اون متغیری که به مدل اضافه میشه تا چه اندازه اثرگذاره بر روی پاسخ و میزان RSSی که کم میشه بزرگتر باشه یا مقداری که از مخرج کم میشه. تو قسمت بعدی این سوال علاوه بر
این دو تا شاخصی که مطرح شد یعنی آردو و RSE به این مطلب میپردازه که ما میتونیم بعضی وقتا که پیشگوهامون کم هستش با رسم نمودار پاسخ در مقابل پیشگوها روی کلی که نگاه کنیم در مورد میزان اثرگذاری مدل به طور شهودی بررسیمون رو انجام بدیم. مثلا اینجا نقاط قرمز رنگ در حقیقت داره نقاط داده رو مشخص میکنه و این صفحه در حقیقت صفحه رگرسیون هستش و با در نظر گرفتن اینکه مجموعه داده ها نقاط داده تا چه اندازه به مدل نزدیک هستن میتونیم نتیجه بگیریم که آیا مدل رگرسیون خطی چندگانه مفید بوده، کارایی لازم رو داره یا خیر. تو این نمودار یه نکته جالبی هم وجود داره. این نقاطی که بالای صفحه رگرسیون قرار دارن در حقیقت نقاطی هستن که رگرسیون خطی اونها رو کم برازش کرده و نقاطی که در پایین صفحه قرار دارن یک سریاشون رو به این صورت میتونیم ببینیم اونایی هستن که رگرسیون خطی بیش برازششون کرده. خب اینایی که بالای صفحه قرار دارن و کم برازش شده رو که نگاه میکنیم در حقیقت یه قاعده خاصی دارن، تقریبا همشون روی این خط نیمساز قرار دارن و به عبارتی اون نقاطی هستن یا فروشگاه هایی هستن که مقدار تبلیغات بودجه تبلیغات تلویزیون و رادیوشون با هم مساوی هستش، توی رنج توی حدود قرار داره و با توجه به اینکه نقاط دیگر رو نمیتونیم ببینیم پس نقاطی هستن که مقدار تبلیغات تلویزیون یا مقدار تبلیغات رادیو تو اون فروشگاه ها بیشتر بوده نسبت به اون یکی پیشگو و مدلمون اونها رو بیش برازش کرده. نکته‌ای که اینجا وجود داره در حقیقت تو آمار اثر متقابل یا اینتراکشن افکت و تو بازاریابی سینرژی نامیده میشه و به این صورت هستش که ما بعضی وقتا بودجه‌ای که در اختیار داریم اگر به طور مساوی برای مثلا تبلیغات رادیو و تلویزیون هزینه‌شون کنیم بعد مقدار فروش بیشتری خواهیم داشت نسبت به اینکه قسمت بزرگ اونا بابت تبلیغات رادیو یا تلویزیون صرف کنیم و توی این شکل به راحتی میشه این اثر رو ببینیم. این سوال هم به این صورت پاسخ داده شد. میرم سراغ سوال 4 و فرض بر این هستش که ما یه مقادیر مشخصی برای پیشگوهامون دارم و سوال این هست که چجوری پاسخ رو پیش بینی کنیم. پیش بینی پاسخ موردی هستش که شاید از ابتدای فصل سوم از طرق مختلف داشتیم دربارش حرف میزدیم. اگه بخوام یه یادآوری مختصر داشته باشم ما یه مدل خطی داشتیم که به صورت y مساوی با fx به علاوه اپسیلون تعریف میشد که تو این معادله fx همون یه تابع خطی فرض میشه و به این صورت در نظر گرفته میشه تابع fx تو رگرسیون خطی و فرض مدل سازیمون این هستش که عبارت خطا یک عبارت تصادفی یا به عبارتی متغیر تصادفی با میانگین صفر و واریانس ثابت و نامعلوم سیگما 2 هستش. پس اپسیلون داره این خواص هستش. اگر قرار باشه که ما این مدل یادگیری رو پیش بینی کنیم با توجه به اینکه میانگین اپسیلون برابر با صفر هستش میانگین کل رو که محاسبه کنیم امید ریاضی یا مقدار انتظاریمون رو از پاسخ در نظر بگیریم میشه این عامل از بین میره و در حقیقت امید ریاضی وای برابر به تابع دیترمینستیک fx میشه با توجه به فرضیات مدل خطی. پس برای حالت رگرسیون خطی هم
ما برای اینکه بخوایم پاسخ رو پیش بینی کنیم، علامت حدی که بر روی وای قرار داده شده یعنی پیش بینی ما از پاسخ، به این صورت میشه که ما برآوردمون رو از تابع f ارائه بدیم، یعنی این تابع رو بریم برآورد کنیم چون پارامترهاشو نمیدونیم چی هستش. مطرح شدش تو فصل دوم که این برآورد همراه با خطای تحویل پذیر هستش و هر چقدر برآورد ما دقیق تر باشه میتونیم خطای تحویل پذیر رو کاهش بدیم و دقت رو بالا ببریم. نکته دیگه که وجود داره این هستش که اصلا ممکنه تابع f واقعی که اینجا فرض شده یه تابع غیر خطی باشه، خیلی غیر خطی باشه. تو فصل دوم مثالای مختلفش چک شدش. پس در نتیجه زمانی که با یه مدل خطی میایم f رو مدل سازی میکنیم، در حقیقت داریم یه خطای سوگیری مدل رو هم لحاظ میکنیم. فرض بر این هستش تو این سوال اینی که ما اصلا این خطا رو نداریم و تابع fمون یه تابع خطی هستش و داریم درست عمل میکنیم، پس حتی این خطا رو هم در نظر نگیریم. اما نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم این هستش که اگر ما نخواهیم مقدار میانگین f رو به دست بیاریم، مقدار میانگین پاسخ رو به دست بیاریم، یعنی مقدار x ها رو به طور دقیق بذاریم اینجا، پس در نتیجه عبارت خطای اپسیلون هم وجود داره تو پاسخ همون و با دونستن حتی مقدار دقیق پارامترها بازم ما خطای اپسیلون رو نمیتونیم لحاظ کنیم چون یه متغیر تصادفی با میانگین 0 هستش و واریانس سیگما 2 هستش که به این خطا میگفتیم خطای تحویل ناپذیر و هیچ جوری هم نمیشدش تو مقدارش کاهش ایجاد کردش. پس یه جمع‌بندی داشته باشم، زمانی که ما داریم بررسی میکنیم که پاسخمون به ازای مقادیر مشخصی از پیشگوها چه مقدار میشه، ما در حقیقت باید نگاه کنیم که سوالمون به چه صورت هستش. آیا مقدار میانگین پاسخ رو میخواد یا مقدار دقیق پاسخ برای یک مشاهده خاص رو میخواد؟ اگه بخوام تو مثال ادورتایزینگ این مطلب رو دقیق بیان کنم این هستش که بعضی وقتا سوال اینجوری هستش که اگه فرض کنیم که تو هر فروشگاهی که در مجموعه داده داریم $100,000 بابت تبلیغات تلویزیون و $20,000 بابت تبلیغات رادیو خرج کرد داریم، در این صورت مقدار میانگین فروش چقدر میشه؟ پس مقدار میانگین فروش رو میخوایم با توجه به اینکه تو همه فروشگاه ها یا عبارتی که اینجا تو کتاب آورده شده تو همه شهرها ما این تعداد این مقدار هزینه تبلیغات برای تلویزیون و رادیو $100,000 برای تلویزیون و $20,000 برای رادیو رو داریم. اما بعضی وقتا هم سوال این هستش که اگه توی فروشگاه خاص $100,000 بابت تلویزیون و $20,000 بابت رادیو هزینه کنیم، در این صورت مقدار فروش اون فروشگاه چقدر میشه؟ این دو تا سوال با هم متفاوت هستش و تو رگرسیون خطی چنگانه برای پاسخ به این دو تا سوال دو بازه به صورتی جواب 95% به ما داده میشه. برای سوال اول که در مورد میانگین پاسخ هستش فاصله اطمینان یا بازه اطمینان گفته میشه و برای سوال دومی که در حقیقت داره مقدار فروش یعنی فروش دقیق فروش برای یک فروشگاه خاص یک شهر خاص رو میگه فاصله پیشبینی مطرح میشه. یعنی در حقیقت برای سوال های متفاوت بازه های متفاوتی به عنوان جواب میدیم
برای سوالی که در مورد عدم قطعیت حول میانگین پاسخ هستش فاصله اطمینان یا بازه اطمینان رو مطرح میکنیم و برای سوالی که در مورد عدم قطعیت حول پاسخ یک شهر خاص، یک پاسخ خاص، یک پیشگوی خاص باشه فاصله پیش بینی مطرح میشه. هر دو تا فاصله که مشخص میشه، هر دو تا بازه‌ای که مشخص میشه در حقیقت داره در مورد مقدار وای حدس داره صحبت میکنه، یعنی این مقداری که از مدل به دست میاد داره بررسی میکنه، میانگین وای حدس رو میبینه، یعنی مقداری که پیش بینی میشه میانگینش رو نگاه میکنه. منتها تو سوالی که داره در مورد میانگین همه شهرها صحبت میکنه داره فاصله وای حدس رو از اف واقعی میسنجه، از این اف میسنجه. پس فاصله اطمینان داره این دوتا مدل رو با هم مقایسه میکنه و فاصله این دوتا رو میسنجه. توی حالتی که مقدار دقیق رو میخواستیم بازه پیش بینی، در حقیقت وای حدس رو داره با وای کلی میسنجه. پس فاصله وای حدس از وای مورد بحث هستش، فاصله پیش بینی این دوتا رو داره در نظر میگیره. برای به دست آوردن فاصله پیش بینی، برای مثال توی همین مثال ادورتایزینگ فاصله اطمینان یک بازه به این صورت هستش و فاصله پیش بینی به این صورته. همینطوری میشه شهودی حداقل چک کردش که مرکز این بازه ها یه عدد ثابت 11256 هستش، منتها طول بازه ها یا به عبارتی واریانس پیش بینیمون متفاوته. توی فاصله اطمینان طول بازه خیلی کوچیک‌تره، یعنی واریانسمون کوچیک‌تره، اما تو بازه پیش بینی طول بازه عریض‌تره یا به عبارتی واریانسمون بزرگتره. اگه به طور دقیق هم بخوام شهودی بگم که چه اتفاقی میفته که این طول بازه متفاوته، باید به این مطلب دقت کنیم که وقتی ما داریم میانگین رو محاسبه میکنیم در حقیقت عدم قطعیت رو داریم تو تمام شهرها بررسی میکنیم. خب یه عدم قطعیت خیلی کمتریه، اما تو حالت دوم تو بازه پیش بینی در حقیقت عدم قطعیت رو داریم در یه شهر خاص بررسی میکنیم. خب قطعیت خیلی بیشتر میشه، پیش بینیمون خیلی سخت‌تر میشه. و به طور دقیق هم اگه بخوام فرمولش رو بگم، در حقیقت مرکز بازه اطمینان و بازه پیش بینی امید ریاضی وای حد هستش که با توجه به ویدئوی جلسه قبل ثابت میشه که برابر با x در بردار پیشگوها، ماجز پیشگوها در بردار برآورد بتا حد هستش و تو این حالتی که پیشگوها به ما داده شده، یعنی زمانی که مقدار پیشگوها مشخص هستش و مقدار x صفر رو داره، در این صورت ما میتونیم مقدار پاسخ رو به صورت y حد صفر به دست بیاریم. این کمیت در حقیقت داره نقطه مرکز بازه اطمینان و بازه پیش بینی رو به ما میده. اون مقدار انتظاری ما از وای هستش. اما زمانی که ما قرار هستش میانگین پاسخ ها رو به دست بیاریم، در این صورت نیاز داریم که واریانس وای حد رو به دست بیاریم. واریانس وای حد هم در ویدئوی قبل گفته شد که برابر با x صفر در بتا حد هستش. مقدار واریانس بتا حد هم جلسه قبل به این صورت، تو ویدئوی قبل به این صورت به دست اومدش. زمانی که من x صفر رو توی اون فرمول اثر بذارم، چون x صفر یه بردار دیترمینستیک هستش، پس بردار x ترا نهاده در x اینورس x صفر ترا نهاده در x صفر از دو طرف در بردار وارون x ترا نهاده در x درد میشه و عبارت سیگما 2 هم که وجود داشتش. همینطور
میتونیم بازه اطمینان رو به دست بیاریم با توجه به اینکه سیگما 2 مقدارش نامعلوم هستش. سطح بحرانی که برای آزمون وجود داره داری توزیع تی هستش و با توجه به جدول توزیع تی میتونیم اگر سطح معناداریمون آلفامون 5% باشه یا 1% باشه میتونیم طی یک منهای آلفا دوم در n منهای پی منهای 1 رو از جدول تی پیدا کنیم و در رادیکال واریانس پاسخمون که در حقیقت انحراف معیار این برآورد هستش ضرب کنیم و دوستر بازه اطمینان رو به این صورت به دست بیاریم. این برای زمانی هستش که ما در مورد فاصله اطمینان یا مقدار میانگین پاسخ داریم صحبت میکنیم. اما اگر بخوایم به طور خاص در مورد مقدار پاسخ برای یک پیشگوی خاص صحبت کنیم، در این صورت همونطور که گفته شد باید فاصله وای هت از وای رو بسنجیم که توی این حالت یه کمیت دیگه به نام اپسیلون خطا وجود داره که واریانس اپسیلون خودش سیگما 2 هستش. پس تو این عبارت واریانس در اینجا مقدار سیگما 2 هم اضافه میشه. پس در نتیجه طول بازه پیشبینی به اندازه رادیکال سیگما 2 توی این مجموع افزوده میشه و به این صورت بازه پیشبینی و بازه اطمینان به دست میاد و اگر سطح معناداری 5% رو انتخاب کرده باشیم به احتمال 95% پاسخ ما یا میانگین پاسخ توی این بازه و خود پاسخ توی این بازه خواهد افتاد.